سلام به همه، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. این جلسه میخوایم درباره لسن بی قسمت سوم و یه قسمت درباره اسپل کردن کلمه های انگلیسی براتون توضیحات بدیم. توی قسمت اول میپردازیم به گفتن چطور ما بگیم که آقا و خانم در انگلیسی. خب انگلیسی چطور میگن خانم مجرد و خانم متأهل و اینا فرق داره یا فرقی با هم دیگه نداره؟ توی جواب باید بگیم که بله، با هم دیگه متفاوتن، نوع گفتناشون و خطاب دادن خانم ها با هم متفاوته. خانم مجرد و خانم متأهل خیلی متفاوته. تو این چارتی که من براتون بزرگ میکنم مشاهده میکنید و من براتون میخونم و توضیحات رو براتون ارائه میدم. لیز کیم is single. میگه خانم لیز کیم هست مجرد. خب میز کیم، خب میز کیم یا میس کیم، درسته؟ اولین جمله میز کیم اور میس کیم جفتشون میشه خانم. برای کی؟ برای خانومی که مجرد هستش، سینگل هستش و ما خطاب میز یا میس استفاده میکنیم. خب در جمله دوم مشاهده میکنید آنا سانچز is married. میگه آنا سانچز هست متأهل. پس برای خانم متأهل میتونیم از چی استفاده کنیم؟ جمله رو مشاهده میکنید میز سانچز جمله دوم اور میسیز سانچز. پس از میز و میسیز کلمه دوم که هایلایت شده برای خانم متأهل استفاده میشه. بریم جمله سوم. توی جمله سوم میگه دان تانر is single. دان تانر هست مجرد، یعنی آقای مجرد. خب برای آقای مجرد و آقای متأهل ما میستر استفاده میکنیم. میستر تانر میستر سانچز. آقای تانر آقای سانچز. خب بریم به بخش بعدی. تو قسمت بعدی یک مکالمه‌ای هست درباره اسپل کردن حروفه که ما حروف الفبا رو که اگر بلد باشیم میتونیم این اسپل کردن رو به قول معروف گفتنی راحت‌تر بیانش کنیم. اسپل کردن زمان استفاده میشه که شما مثلا برای کی فامیلیتون یا اسمتون رو میگید و این کلمه براش سخته و شما شروع کنید به زبان فارسی هجی کردن اسم خودتون یا فامیلی خودتون یا اون کلمه. خب توی مکالمه داریم بین A و B. خب What's your name؟ مکالمه با این شروع میشه What's your name؟ اسم شما چیه؟ در جواب میگه کادرین راولی. شماره B میگه کادرین راولی. اسم من کادرین راولیه. دوباره A میپرسه How do you spell کادرین؟ میگه کادرین چطوری اسپل میشه، هجی میشه و شروع میکنه به اسپل کردنش C A T H E R I N E. دوباره جواب میده Thanks and your last name. متشکرم و فامیلیتون، منظور این که فامیلیتونم اسپل کنید. شروع میکنه B میگه R A V E L L I. خب پس برای هجی کردنم ما به این طریق میتونیم اقدام کنیم. امیدوارم که امروز جلسه مفیدی براتون باشه. خدا نگهدار همگی.